سلام و وقت بخیر خدمت همه دوستان عزیزم در کانال اکسو ایران تیم. امروز هم در خدمتون هستیم برای اولین بار در بین تمام کانال های قراردادهای هوشمند سیستمی رو به شما معرفی میکنیم به عنوان یک سایت شرط بندی یا بت در حوزه قراردادهای هوشمند. کسایی که دوست دارن سایت های شرط بندی کار بکنن و از حوزه بت درآمد داشته باشن، چه بهتر از این که تو حوزه شرط بندی قراردادهای هوشمند باشه و با ارز دیجیتال کار بکنه، چرا که سیستم های کلاهبرداری که بین سایت های شرط بندی که حالا دارن مثل قارچ سبز میشن و همشون یک اصل فیشینگ رو دنبال میکنن، شما در یک فضای امن و با خیال راحت لااقل به خواسته خودتون برسید و کسایی که علاقه دارن به سایت شرط بندی میتونن از این سایت استفاده بکنن که توی قرارداد هوشمند هست و هیچ موقع مشکلی رو برای حساب شما به وجود نمیاره. کاملا امن هست. کیف پول شما جاش، میزان حالا ارزی که دارید جاش امنه. خب طبق معمول این سایت ها هم با ارزهای مختلف شما میتونید توش کار بکنید، ولی سایتی که من دارم معرفی میکنم فقط با ترون کار میکنه و یک ارزی، یک توکنی رو خود این سایت به اسم وین بیرون داده که حالا در ادامه بهش میپردازیم و میدونید که وین هم در صرافی ها لیست شده و حتی جزء توکن های اصلی بلاکچین ترون هستش. پیشنهاد میکنم بهتون این سایت جذاب رو بازی بکنید و ازش پول در بیارید، چون بازی های بسیار جذابی داره. نحوه ثبت نامش بسیار راحته. در لپتاپ و سیستم های خانگی کافیه شما از طریق لینکی که زیر همین ویدیو هست از طریق نرم افزار گوگل کروم وارد سایت بشید و به محض اینکه وارد سایت بشید با زدن دکمه ساین این که در این قسمت هست، ساین این رو بزنید، وصل میشه به کیف پولتون و حساب شما رو اینجا بهتون نمایش میده و میتونید اون لحظه شروع بکنید به کسب درآمد و بازی کردن در این سایت جذاب. دوستانی هم که از طریق موبایل این کار رو میخوان انجام بدن وارد قسمت دیسکاوری میشن و در قسمت سرچ دیسکاوری کافیه که اسم وینک رو سرچ بکنن و در اونجا بهشون نمایش داده میشه سایت و میتونن ازش استفاده بکنن. دوستانی هم که از طریق موبایل میخوان این کار رو بکنن، طبق معمول دوباره لینک رو از زیر این ویدیو برمیدارید و از قسمت دی اپس در ترون لینک پرو و قسمت بروزر در ترون والت لینک رو وارد میکنید و وارد سایت میشید و در اون لحظه سایت وصل میشه به کیف پول شما و شما هم میتونید استارت بزنید بازی رو. خب این قسمت هوم هستش که یکی از جالبی های این سایت این هست که قسمت بت ورزشی هم داره. یعنی دوستانی که دوست دارن در زمینه فوتبال، حالا لیگ های مختلف، جام های مختلف یا ورزش های دیگه مثل بوکس، بسکتبال، والیبال، تنیس و دنیایی از ورزش های مختلف رو این سایت ساپورت میکنه و بازی های بی‌نظیر دیگه ای که حالا در سایت های فیشینگ شرط بندی که گفتم این روزا زیاد شده و وجود داره، همشون کپی های این سایت ها هستن که دارن میان از لحاظ بازی. به معنی که بازی تو این سایت ها آپدیت میشه و یه بازی جدیدی اضافه میشه، سریع تو اون سایت ها هم نمونهش زده میشه و وارد میکنن. دوستان عزیز، شما از قسمت گیم میتونید که بازی ها رو از اینجا دنبال بکنید. بازی هایی که حالا صرفا خارج از بحث بت فوتبال و غیره هستن، از قسمت گیم براتون بازی ها رو میاره که چند تا دستبندی مختلف داره. قسمت دایسش هست، مون که همون انفجار هست. قسمت رینگو داره که بسیار جذابه و با یک روش خیلی خوب میتونید از قسمت رینگ درآمد خوبی داشته باشید. دوئل هست و ماین که قسمت ماین جهت ماین کردن و یا استخراج ارز وین هست. شما ترون رو اینجا میخوابونید، استک میکنید و در ازاش توکن وین رو دریافت میکنید و عالیه که راجبش توضیح میدم.
خلاصه که حس کردم که لازمه که این سایت رو در این بستر معرفی بکنیم، چون سایت های شرط بندی بسیار بسیار زیاد شدن و میدونید که بسیاری از این سایت ها مشکلات خاص خودشون رو دارن که بزرگترین مشکلش فیشینگه، که علاوه بر این فیشینگ هم که میدونید نه حالتهای مختلف داره. شاید اتفاق برای شما نیافته و حسابتون خالی نشه، ولی از حساب‌هایی که خالی شده پول‌هایی رو وقتی شما توی سایت بازی می‌کنید و برنده میشید، پولی که به شما داده میشه پول تمیز نیست، پول کثیفه، پول فیشینگه، پولی که از حساب‌های دیگه خالی شده و به حساب شما داره واریز میشه و در همین لحظه شما مجرم شناخته میشید، چون پولای دزدی شده داره به حساب شما میاد و اصلا روحتون هم خبر نداره و یهو میبینید وارد یک بازی بسیار خطرناک شدید. پس خواهش میکنم توی این مدل سایت ها اگر میخواین کار بکنین، حتما سایت های قرارداد هوشمند رو کار بکنین، چون هیچ خطری شما رو تهدید نمیکنه و به راحتی میتونید توش داشتم عرض میکنم خدمتتون وارد یکی از قسمت‌هاش میشیم که ببینیم بازیش به چه نحویه. دوستان عزیز، این بازی دایس هست که مثلا میگم شما باید اینجا با به چپ و راست کشیدن این اهرم شانس خودتون رو میتونید امتحان بکنید. بت در اینجا شرط بندی به این منوال هستش که شما باید بگید که مثلا میگم اگر با زدن دکمه رول که در این قسمت هست، در اینجا دکمه رول رو میبینید میگه رول اوور سیو، حالا من انگلیسی فارسیشو قاطی میگم، شما زیاد ریزبین نباشید. میگه الان شما دارید انتخاب میکنید که عدد بعدی که اینجا نمایش خواهد داده شد با زدن این دکمه، اون عدد طبق دو تا گزینه‌ای که اینجا دارید، شما الان مثلا میگه اگه رول اوور رو انتخاب بکنید، یعنی گفتید که این عددی که اینجا نمایش داده میشه بالای عدد 32 است و میتونید اینجا مقدار مبلغی که میخواید شرط بندی کنید که مینیمم 10 ترون هست وارد بکنید و شروع بکنید به امتحان شانستون. حالا ما اینجا رو امتحان میکنیم، عددی که به ما نشون داده میشه میگیم بالای 32، ببینیم شانسمون چطوری. خب برای انجام هر کدوم از اون قسمت ها دارم میگم که امنیت چون بسیار بالاست از شما تاییدیه میگیره بابت تک تک کارهایی که باید اینجا انجام بدید. برای همین با خیال راحت میتونید تو این سایت ها کار بکنید و نگرانی نداشته باشید. دوستان عزیز، منتظر وای میسید تا سایت بس بشه با زدن دکمه اکسپت برای شما بت رو انجام میده. 10 ترون گذاشتیم، گفتیم که عدد بالای 32 اینجا نمایش داده میشه و اگر بالای 32 باشه چیزی که ما برنده میشیم فکر میکنم 14 ترون هست اینجا نمایش داده میشه. البته خب این با بالا پایین کردن این اهرم شما چیز هم میشید، یعنی به شما به قول معروف درصدتون جابجا میشه. شانس ما ببینیم چی میشه، احتمالا پایین 32 در بیاد با این روندی که در پیش گرفته، ولی نه رفت بالا. ببینیم چی میشه، کجا وای میسته و ما آیا برنده میشیم یا نه. بازی‌های بسیار جذابی داره و چون در حوزه قرارداد هوشمند هست و میدونید که برای تاییدیه گرفتن اونم سایتی مثل سایت وین به این راحتی‌ها به هیچ عنوان هیچ رباتی تو این سایت ها نیست و همه چیز به صورت واقعی اتفاق میفته، یعنی هیچ چیزی دستکاری نمیشه نسبت به ورودی شما. مثلا الان اگر مثلا ربات بود تشخیص میداد خب من گفتم 32 پس ربات مثلا عدد کمتر از 32 رو می آورد، ولی اصلا اینجوری نیست. همه چیز به صورت کاملا اتفاقی و رندوم اتفاق میفته، چون هیچ رباتی نمیتونه تو قراردادهای هوشمند تاییدیه بگیره. سایت بسیار معتبری از سایت وین و همه چیز کاملا واقعی اتفاق میفته. همونطور که میبینید الان من مثلا 4 ترون برنده شدم و اصلا دور از واقعیت نیست تو این سایت ها کار کردن. من اگه مثلا میگم این اهرم من جابجا بکنم و بیارمش مثلا رو 70، اوکی، بگم که عدد بعدی میره بالای 70، اینجا به ازای 10 ترونی که من میذارم در صورت درست حد زدن من
3 و خورده درصد بهش اضافه میشه، یعنی 33 ترون به من برمیگردونه. این عدد اگر 100 باشه به من 339 ترون برمیگردونه و همینطور تا آخر. ولی ما همیشه سعی میکنیم که آقا چیکار کنیم؟ سود کمتر، ریسک کمتر و درصد برنده بودن بیشتر. این قسمت دایسش هست. مون که دیگه همه احتمالا باهاش آشنایی دارید، همون انفجار هستش که در تمام سایت های شرط بندی است. این قسمت مون یا همون بازی انفجار به شدت دستکاری میشه، به شدت توش تقلب میشه و به شدت ربات ها کنترلش میکنن که اگر شما 3 بار برنده شدید و یه مبلغ ناچیزی رو بهتون داد، دفعه بعدی حتما شما رو بازنده اعلام میکنه و هر آنچه که داشتید رو ازتون میگیره، مگر اینکه شما خیلی آدم زرنگی باشید و یا اون لحظه دیگه ترید نزنید، ببخشید بت نکنید، یا مثلا حالا یه جوری بالاخره پول بکشید بیرون دیگه. ولی اینجا نه، خیالتون راحته، با خیال راحت میتونید بازی بکنید، حالا به اصطلاح شرط بندی بکنید، هر چیزی. همونطور هم که عرض کردم در کنار چند از معروف ترین بازی های حالا شرط بندی، شما میتونید تو قسمت ورزشی شرط بندی بکنید. کازینوهای آنلاین داره، به صورت لایو کازینو داره، پوکر داره، انواع مختلف پوکری که ماشاءالله تو ایران هم پوکر باز بسیار زیادن و میتونن خیلی راحت تو این سایت ها کار بکنید و لذتش رو ببرید بدون در خطر افتادن سرمایه‌تون، بدون به خطر افتادن حساب‌های بانکیتون و هیچ نگرانی ندارید. اینم نشونتون بدم قسمت اسپورتش هست که بسیار بسیار پرباره و پر از تمام بازی حالا ورزش های مختلف است. در هر رشته‌ای که شما بخواید میتونید اینجا پیدا بکنید و باش کار بکنید. بله، همونطور که میبینید اینجا قسمت ورزشیش هست و بازی ها رو نگاه کنید. از تنیس داره، حالا هندبال، دقیقا بسکتبال، فوتبال آمریکایی، بوکس، ام ام ای دیگه، راگبی یا این بیسبال، اینم که فکر میکنم همون امریکن فوتبال این احتمالا باید راگبی این بود. بله، و تمام ورزشایی که فکر بکنید، حتی مسابقات فیفای پلی استیشن رو هم داره و این دیگه ته جذابیت فکر میکنم نیست دیگه روش. ولی خب دوستان عزیز، احتمالا همتون با بخش فوتبال واقعیش حالا در لیگ های مختلف و غیره و غیره سر کار دارید که اینجا هم دارید میبینید انواع لیگ ها رو گذاشته. لیگ ترکیه هست و بازی هایی که خیلی امکان داره که شما بتونید روشون مثلا مانور بدید، مطمئن باشید که برد میشه. خب الان دیگه چیز شده دیگه، الان شرط بندی ها قبلا روی برد باخت مساوی بود، یه خورده حالا چیزای دیگه هم داشت، ولی الان دیگه خیلی تکمیل شده و برای توضیح دادنش اینجا واقعا وقت کم میاره آدم. پس بهترین کار چیه؟ بهترین کار اینه که اگر میخواین اینجا کار بکنید توی قسمت فوتبالش، حالا میتونید خیلی راحت مثلا انتخاب بکنید برد، مساوی و یا باخت رو اینجا، و یا اگر به گزینه‌های بیشتر نیاز دارید کافیه که واردش بشید و اون قسمت رو فکر میکنم با شو مارکت، اگه اشتباه نکنم آره اینجا نوشته شو مین مارکت رو بزنید، همه گزینه‌های ریز رو میاره و میتونید میزان شرط بندیتون رو بالاتر ببرید از لحاظ اینکه مثلا تو نیمه اول چند تا گل میزنن، تو دقیقه مثلا چندم کی گل میزنه، همه اینها هست که خیلی دیگه فکر میکنم سخت میشه. بهترین قسمتش فکر میکنم روی برد باخت مساویه که میتونید خیلی راحت ازش استفاده بکنید و لذتش رو ببرید با زدن اینجا. شما اینجا که گزینه فوتبال رو بزنید براتون لیگ های مختلف رو میاره. حالا اونایی که خیلی داغ هستن رو میتونید مستقیما ببینید، مثلا آژاکس آمستردام با آتلانتا هست که از امروز ساعت 21 و 25 دقیقه و همینطور تا حالا یه لحظه پرید ببخشید، بازی های دیگه خیلی زیادن. یه چیزی هم خدمتتون عرض میکنم دوستان، سایت وینک اصلا سایت فیلتر نیست و میتونید بدون فیلتر چکن وارد بشید.
بعد نیازی هم نیست که فکر کنید برای ایران آی پیشو میزنه، خیر اصلا این داستان رو نداره و خیلی راحت میتونید توش بازی بکنید. بسیار هم بسیار جذابه. بازی های حالا بهتون گفتم باز دوباره قشنگترین قسمت هایی که فکر میکنم میتونه یه سایتی شرط بندی داشته باشه رو پکیجش رو کامل جمع کرده و داره و توضیح دیگه ای نمیمونه. آها اینم اومد ولی بازم رفت. این به خاطر سرعت اینترنت من دیگه، عذرخواهی میکنم به هر حال، ببخشید. دیگه صحبت دیگه ای نیست دوستان عزیز من. میتونید از اینها استفاده بکنید با خیال راحت، بدون هیچ نگرانی. و اینکه فکر میکنم باید یک ویدیوی دیگه هم راجع به این سایت من بسازم که بتونید ازش استفاده بکنید در رابطه با ماین کردن و نحوه ماین کردن در سایت. اینکه چطوری شما میتونید ماین بکنید و ارز وین رو در بالاخره اومد. میبینید لیگ های مختلف، رئال مادرید مثلا با بورسیا مانچگلادباخ بازی داره که اینجا دارید میبینید درصد بردو زده برای رئال مادرید و برای چیز. دوستان این هم با ترون هست. ببینید چقدر راحت میشه اینجا. شما کافی که آقا یعنی مطمئن باشید بتونید بازی ها رو پیش بینی بکنید خیلی راحت و میتونید اینجا شرط بندیتون رو انجام بدید. خیلی خوبه این. البته خودش به صورت رندوم عدد 100 رو اینجا نوشته، نمیدونم مینیمومش 100 هست یا این هم 10 میشه قبول کرد. بله با 10 هم قبول میکنه. هیچ مشکل نه، نوشته مینیموم 100، یعنی با 100 ترون میتونید. 100 ترون میشه چقدر؟ با ترون 800 تومن هم اگه حساب بکنیم 100 ترون میشه فکر میکنم 8000 تومن دیگه، درسته؟ مینیست اکسل. خب اینجا مثلا مبلغ شهرتون رو انتخاب میکنید. بهتون میگه که آقا برای برد رئال مادرید اگه مطمئنید همین الان اگه شرطتون رو ببندید 166 یعنی 66 ترون به شما سود میده. ببخشید 100 ترون میشه تقریبا 80,000 تومن که اگه برنده بشین نزدیک به چیزی هلوش 60 و خورده بهتون برمیگردونه و دریافتتون میشه 100 و خورده. همه اینها هست که میتونید شما ازش لذت ببرید و چقدر خوبه که ارز دیجیتاله. یعنی شما دارید با ارز دیجیتال به دست میارید تو بازی کردن و این عالیه. چون میدونید که سایت های شرط بندی اکثرانشون با تومن خودمونه دیگه، چون حساب باید خالی بکنن. یعنی راحتی که نیست که با دلار پرفکت مانی و اینا خیلی کم اتفاق میفته، اکثرا با تومن ورود میکنن. یعنی یه جوری برنامه رو میچینن که شما حتما کارت به کارت از سیستم درگاه داخلی استفاده بکنید و خب وقتی که بهشون مجوز داشتن سیستم پرداخت درگاه اینترنتی میدن، پس بدون حتما مافیای قوی پشت این پرده است و اگر خدای نکرده شما پولتون هم از دست بدین دستتون به هیچ جا بند نیست. پس ورود کنید اگر دوست دارید سایت های شرط بندی رو. به این مدل سایت ها که سعی میکنم باز هم بیشتر راجبش کلیپ بذارم چون خودم بسیار علاقه دارم و کار کردم تو. شاید حالا بگید داره تبلیغات اغواگرانه میکنه اینا، نه، همه چیز کاملا مشخصه. به همین راحتی که الان من 5-6 ترون توش برنده شدم جلوی چشم شما. تمام این مبلغ از فکر میکنم 210-20 ترون بود که الان رسیده به این. تو بازی رینگ و من خیلی بهش علاقه دارم. توی رینگ من خودم خیلی بازی میکنم و توی شرط بندی فوتبالش خیلی مخلصم. وقتتون رو بیشتر از این نمیگیرم. با ما همراه باشید در کانال اکسو ایران تیم که بریم به امید خدا برای معرفی سایت های بعدی. روز خوش، خدا نگهدار همگیتون.